دوستای عزیزم، خیلی سوال میشه که بهترین زمان چه سنی براش تعیین شده. سن خاصی ذکر نشده، ولی بهتره که بین 30 تا 50 سال بهترین زمان تزریق بوتاکس هستش. پس بین 30 تا 50 سال بهترین نتیجه رو ما میبینیم و برای این سن ایدئاله. اما آیا همه کس میتونن این کار انجام بدن، بوتاکس بزنن؟ خب بهتره که قبل از اینکه این تزریق انجام بشه مشاوره حتما متخصص پوست انجام بشه، ببینیم واقعا شما شرایط تزریق رو داری یا نه. مثلا چه سری بیماری ها هستش که اصلا ممنوعه این کار براشون، مثل بیماری هایی هستن که دچار اختلال توی سیستم عصبی اسکلتی هستن، برفرض مثلا میاستنی گراویس دارن. حالا حتی مثلا تو بیماری ام اس هم بعضی موقع بعضی منابع ذکر شده که بهتره این کار انجام نشه، به خصوص تو شرایط حادش، و در صورتی که اگه بیماری کنترل باشه شاید بتونیم تزریق کنیم. ولی بعضی از بیماری ها گفته شده که بهتره که این کار انجام نشه، به خصوص تو خانم های باردار و شیرده گفته شده که اصلا این کار ممنوع هست براشون و نباید استفاده کنن هیچ بوتاکسی تا قطع شیردهی دیگه نباید این تزریقی براشون صورت بگیره. بعضی موقع به یه سری داروها هستن که وقتی استفاده میشه، مثلا کسایی که آنتی بیوتیک های آمینوگلیکوزید استفاده میکنن مثلا جنتامایسین، بهتره که این بوتاکس تزریق نشه. اگه زخمای مثلا فعالی دارن توی صورتشون، بهتره که این کار تزریق براشون، هر مشکلی توی صورت، حالا مشکلات زخمای دیگه دارن یا عفونتی چیزی تو صورت دارن، بهتره که این کار براشون انجام نشه. و اگه حساسیت قبلی داشتن به بوتاکس، بهتره که دیگه حداقل با مشاوره متخصص پوست براشون انجام بشه که مشکلی براشون به وجود نیاد. اما وقتی که تزریق میشه، برای تزریق بعدی، چون میدونیم که ما این دارو حد اکثر بین 4 تا 6 ماه میتونه عضله رو فلج کنه و به مرور زمان این برگشت پیدا میکنه و باز دوباره چین و چروک برمیگرده، ولی به مقدار قبلی خودش. و هرچی ما تزریقات مکرری برای فرد انجام بدیم، این چین و چروک کمتر خواهد شد و فاصله زمانی تزریق و فلج عضله بیشتر میشه. مثلا دیگه بعد از چند ماه، شاید سالی یک بار، بیشتر احتیاج نباشه برای فلج کردن این عضله. و بار اول بهترین نتیجه رو میبینیم، چون عضلات بکر هستند و وقتی دارو اثر میکنه خیلی راحت این عضلات فلج میشن و یک نتیجه ایدئالی ما در بار اول میبینیم. ولی تو آقایون اینو بدونن، این که به خاطر اینکه عضلات خب خیلی حجمشون بیشتر از خانم‌ها هستن، ممکنه که در بار اول و با کلا نتیجه نسبت به خانم‌ها نتیجهشون ضعیف‌تر باشه، چون عضله‌شون حجیم‌تر هست. البته ما دوزهای بیشتری رو از واحدهای بیشتری برای اونها استفاده میکنیم. اما نهایتش ما دیگه میتونیم فقط بین 9 هفته یک بار دیگه اینو تزریق کنیم و دیگه کمتر از 9 هفته ما نمیتونیم یک بار تزریق کنیم، باز دوباره برای نتیجه بهتر این کار رو انجام بدیم. و برای رفع مشکلاتی که به وجود میاد، حداقل دیگه ما 3 هفته بعد زمان بدیم که ببینیم دارو کاملا اثر کنه. و اگه دیدیم که مثلا غیر قرینگی چیزی اتفاق افتاده، برای تصحیحش دیگه ما 3 هفته باید حداقل زمان براش بگذاریم. ولی همون جوری که گفتم و خیلی 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 مهمه، برای کمتر کردن آرزه‌ها حتما بهتره که با متخصص اول یک مشورت بکنیم. آیا ما واقعا شرایطش رو داریم که این کار رو تزریق کنیم؟ مثلا برای خانم‌های مسن خب یه مقدار هم تزریقش، تکنیک تزریقش مهمه برای کم کردن عوارض، و همینطور یک فرد مسن ممکنه که اون نتیجه‌ای که لازم باشه براش به وجود نیاد و قبلش حتما یه مشاوره برای فرد حتما انجام بشه.